این جفت بازنشسته در منزل نوشان هستند که مقامات برایشان ساختند. این با تلویزیون آورد، یک گاز آورد. خانه آنها بهار امسال در نتیجه لغزش خاک فرو رفت. از آن زمان در خیمه و یا خانه خویشاوندان زندگی می‌کردند. 3 خانه در کردگی عبارت است. کخنی دارد، با پدوال من 2 تا پدوال دارد. همش دروناش با پلاس قالین تامین کردن. لوستر پسلو چسباندگی همش تامین است. ابوی یک خانه را ابوی که دادگی هم. در این روستای نوبنیاد که ساکنان جماعت نوآباد زندگی می‌کنند، آنها را از خیمه‌هایشان به اینجا کوچ داده‌اند. خانه‌ها را از حساب بودجه دولت و صاحبکاران کارخانه‌ها ساخته‌اند. بعضی از خانه‌ها نیم تمام است، ولی ساکنانش میگویند ناشکری نمی‌کنند. دو شامی بچه‌م خودش ساز کرده، بچه‌م کرد. اما با یه بچه اینم استاد خودش هم دو ساز کرد. یوش دیگه ایستاده. اما رئیسمون نمی‌ره دیگه. مقامات میگویند این مشکل را نیز حل می‌کنند. مسئله تاها با آخر رساندن 20 خانه‌ای که فرو رفته بود، ما 16 عددش با پرگی 4 خانه دیگر باقی مانده است. تا روزهای پنجم خدا خواهد ایناشا میسپاریم. فلاکت در جماعت نوآباد روز 8 می رخ داد و 20 خانه را از بین برد. امسال در نتیجه سیل و فلاکت‌های دیگر طبیعی در تاجیکستان 128 خانه ویران شده، 400 خانه دیگر آسیب دیده‌اند.